نعمت هدایت. در آن شب و روز که زیارت عمره می کردم، جوانی از ساکنان مکه را دیدم که در مسافه نچندان دور از مسجد کعبه نشسته سیگار دود می کرد. در جای نشستش مسجد الحرام به خوبی می نمود و صدای شیرین اذان مؤذن حرم به گوش به نیکی می رسید. مؤذن حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، سوی نماز بیایید، سوی رستگاری بیایید گفته ندای ملکوتی میزد. اما آن نفر همچنان در عالم خود مثل که در گوشش موم ریخته باشد به کار خود سرگرم بود. آن لحظه دوستی روز هم به یادم آمد. آن جوان تازه مسلمان شده که والدینش از هم جدا و بت پرست بودند و برادرش ملحد بی خدا. خودش تا عمر 28 سالگی زندگی پریشانش را در عیش و مستی میان طربخانه و کازینوها سپری کرده بود و اکنون نور هدایت قلبش را روشن کرده بود و همین که دیگر صحبت‌هایمان یاد از کعبه و طواف میشد، در چشمان از نور اسلام روشن شده است. اشک‌های پدید آمده آن را روشن‌تر می‌گرداند. یادم آمد و خود می‌گفتم سبحان الله. قصه توفیق و هدایت چه بسا رازهای دارد. این هر دو جوانند و دارای عقل و هوش، در سینه قلب دارند و در بدن روح، هر دو چشم و گوش دارند و زاده آدمی‌اند، ولی یکی در همسایگی کعبه عاشق سیگار است و دیگری در روسیه عاشق کعبه. مانند به این قصه چند پیش در نوار جوان دختر ایرانی را دیدم که دین و دینداران را دشنام می‌کرد و قرآن را پاره پاره کرده آتش می‌زد. عکس این حالت در نوار دیگری دختر اوکراینی را دیدم که از شدت محبتش به قرآن همه این 77439 کلمه کلام خدای را با دست دوزی در متاع نقش کرده دوخته است. سلمان فارس از پدر آتش پرستش فرار کرده سوی حقیقت رفت و پس از جستجوی سالها در مدینه محمد درود بر روانش را یافته دست و کتف مبارکش را بوسیده از شدت شادی گریست. اما ابولهب عمک او که همسایش هم بود همراه با همسر کافرش خار و خس جمع آوری نموده پشت در راه فرستاده خدا درود بر روانشان میریخت. وقتا قلب عاشق راه گردد و تشنه هدایت باشد، مسافه های دور نزدیک می گردد و سختی ها آسان. اما اگر مهر غفلت بر آن باشد، حتی از همسایگی اشرف پیامبران بهره حاصل نمی گردد. آسیه زن فرعون را خداوند ذکرش در قرآن به تعریف و نیکی گرفت و در جنت برایش قصر آماده کرد، در حالی که شوهرش سرور کافران، پیشوای بی خدایان و معلم همه طغیانگران و ظالمان بود. آسیه با مریم و خدیجه و فاطمه یکی از 4 زن بزرگترین عالم است و سیده زنان جنت، ولی شوهرش تا قیامت رمز کفر و ظلم، پیشوای راه عصیان و طغیان که قرآن درباره‌اش چنین گفته است: فرعون روز قیامت پیشا پیش قومش می رود و قومش را با خود به جهنم می اندازد و آن جهنم چه بسا جای بد است. سوره هود آیت 98. داستان دیگری به اینها مانند داستان نوح نبی است. به دعوتش مردمان بیگانه ایمان آوردند و خویشان او شدند، ولی پسرش کافری را پیشه خود کرد و از خاندان نبوت بیگانه شد. هم در بحر غفلت و بی ایمانی غرق شد و هم در طوفان عذاب. همسر پیامبر لوط علیه السلام که از همه دیده این پیامبر را او بهتر می شناخت با او ایمان نآورد و کافر و جهنمی شد. ولی نجاشی پادشاه حبشه گرچند چهره پیامبر را درود بر روانشان ندیده بود با او ایمان آورده رستگار شد. ابوطالب برادرزادش را در آغوش خود بزرگ کرد
و راستگویی و امانتداریش چون پنجه دست خود برایش عیان بود، ولی از ترس طعنه قوم کفر را انتخاب کرده با شرک از دنیا برفت. نجاشی چون درگذشت، پیامبر درود بر روانشان از دوری مسافه ها از پشت بحر و صحرا نماز جنازه غایبانه او را با یارانش خوانده دعای رحمت کردند، ولی در شأن امک از ایمان رو گردانده گفتند سبکترین عذاب دوزخ برای ابو طالب است. آن عذاب چنین است که کفش آتشین به پایش پوشانیده می شود که از شدت گرمی آن مغز سرش می جوشد. صحیح بخاری. راه هدایت را پیدا نمودن نه محض کار عقل است و نه ثمر ذکاوت، نه از قرب نیکان است و نه از خویشی با صالحان. عقل یاری می کند و خرد راه نیک و بد را می سنجد، خویش و رفیق دلالت می کنند و پند می دهند، اما اول و آخر محض لطف و عنایت خداست که برای اندیشیدن و سنجیدن، برای گوش انداختن و پذیرفتن عقل و قلب را بیدار و وادار می سازد. هدایت اگر چنین نعمتی عزیز و بی‌بها نبود، خداوند ما را به پرسیدنش هر شب و هر روز در هر رکعت نماز امر نمی نمود. فرمود ای بندگان من، پیوسته این عطای مرا بخواهید و بگویید پروردگارا ما را به راه راست هدایت نما. خداوندا آنانی که تا حال راه را نیافتند بیدارشان بکن و آنانی که یافتند استوارشان گردان. ابراهیم سید نوری‌دین. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و بینندگانی که با ما در طول 2 هفته هستید، باز امروز با هم در روز جمعه مبارک در برنامه آستانه هستید. چطوری که یکایک شما عزیزان با خبر هستید، ما در دهه ذوالحجه قرار داریم، دهه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند افضل ایام دنیا ایام العشر، بهترین روزهای دنیا این دهه ذوالحجه می باشد. و در این دهه ذوالحجه در حدیثی که در صحیح بخاری آمده است، پیامبر میگویند هر عملی که شما میکنید، هر کاری ثوابی که انجام میدهید در نزد پروردگار محبوب تر است و اجر و ثواب آن بالاتر می باشد. و چون در دهه ذوالحجه قرار داریم و امروز الکی 2م روز ذوالحجه هست و آنهایی که بیخبر هستند که ما الکی به ذوالحجه داخل شدیم، بیایید آگاه شوید که ما در بزرگترین روزهای سال قرار داریم، روزهایی که حتی بعضی از علما میگویند از ماه رمضان بهتر می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند دهه ذوالحجه بهترین روزهای سال است، برای آنکه در این 10 روز هم مردم روزه میگیرند، روزه های نافله، هم حج میکنند، هم صدقه میدهند، هم در این روزها که آخرین روزش روز 10 می باشد و بعد از آن روزهای عید شروع می شود، روز 10، 11، 12، 13 قربانی می کنند. هم حج و هم زکات یا صدقه و هم روزه و هم قربانی در این 10 روز جمع می شود و بهترین ماههای سال و روزهای سال از روی اطلاق می باشد. و در این دهه ذوالحجه بزرگترین کاری که ما می کنیم در روز عید این قربانی می باشد. برای همین پیش از آن که درباره احکام عید صحبت داشته باشیم، بیایید با هم درباره قربانی کمی صحبت کرده گذاریم. بسیاری ها گمان میکنند که قربانی فقط برای خوردن گوشت می باشد. انسان هایی هستند که اگر گفتید شما آیا قربانی میکنید یا نه، میگویند ما گوشت داریم، گوشت خوردیم، قربانی چرا؟ یا میگویند نه ما گوشت گوسفند دوست نمیداریم، نمیخوایم قربانی کنیم. گویا که قربانی را مردم برای خوردن گوشت میکرده باشند. ولی عزیزان، قربانی که ما در روز عید میکنیم این فقط خوردن گوشت نیست، این عبادت پروردگار است و الله میگوید لن ینال الله لحومها
ببخشید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. پروردگار نه به خون آن حیوان هایی که شما ذبح میکنید قربانی میکنید صاحب میشود و محتاج است، نه به گوشت آن. بدانید که پروردگار غنی است از گوشت و از خون و از حیوان های شما، ولیکن برای پروردگار تقوای شما میرسد، ولیکن این تقوای شما هست که پروردگار آن را قدر میکند. پس ما قربانی را برای اینکه در نزد پروردگار قدر و قیمت داشته باشیم و این را همچون یک شعار اسلام بدانیم انجام میدهیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم میگویند شما بدانید که بزرگترین کاری که در روز عید میکنید این اراقت دم، ریختن خون میباشد و هیچ عملی مثل ریختن خون در روز عید، یعنی ریختن خون حیوان، در نزد الله دوست داشته تر و بالاتر و ارزشمندتر نیست. و حتی در حدیثی که در ابو داود آمده است میگویند بدانید که هر حیوانی که شما در روز قربانی میکنید، خواه گوسفند باشد، خواه گاو باشد، خواه شتر باشد، خواه بز باشد، هر حیوانی که شما قربانی میکنید در روز قیامت با تمام وزنش، حتی با هر یک تار مویش، با وزمینی استخوانهایش و این چنین با تمام اعضای بدنش برای شما ثواب نوشته می شود و این اجر و پاداشی که شما از قربانی میگیرید از یگان عمل دیگر نمیگیرید. و عجیبش این است که میگویند بدانید که خون قربانی شما پیش از اینکه به زمین بریزد مقبول درگاه پروردگار می شود. فتیبو بهی نفسا، پس شما به خوشحالی این عمل را انجام دهید. نگویید که من قربانی کرده ایستادم، من مال خود را صرف کرده ایستادم، من دارم برای گوسفند خرج میکنم. نه، خیلی خوشحال باشید، با خود ببالید که شما به ثواب می رسید که با یگان عمل به این ثواب رفته رسیده نمی شود. و البته هر چیزی که الله آن را برای ما کنید یا امر میکند، آن چیز در نزد پروردگار یک قدر قیمتی خود را دارد. مثلا ما گفتیم ریختن خون حیوان این برای محتاج بودن الله نه، الله هاشا که از این چیزها پاک است، ولیکن برای اینکه ما صاحب تقوا شویم. ولی از طرف دیگر هر کسی که قربانی میکند این خوشحالی به اهل خانواده اش میباشد و این چنین خوشحالی برای کمبغلان میباشد. الله میگوید فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع المعتر. شما وقتی که حیوان را کشتید و آن به زمین افتید، شما خودتان هم از آن بخورید، به کمبغلان هم بدهید و حتی به نفرانی که آنها محتاج نیستند از شما نپرسیدند و میدانید که به گوشت نیاز دارند به آنها هم بدهید. یعنی از گوشت های قربانی شما به دیگران هم بدهید، خودتان هم بخورید. پس قربانی یک حکمت عجیبی دارد. خانواده‌ای که در آن قربانی می شود پرفیض و برکت می شود و خویشاوندان و کودکان هم خرسند می شوند، اهل عائله از آن می خورند. و از همه این بالاتر، حتی اگر هیچ خویش و تبار نداشته باشیم، حتی قربانی که میکنیم ما خودمان گوشت آن را دوست نداشته باشیم، هم این را بدانیم که پروردگار این را دوست می‌دارد. پیش از اینکه چگونه که پیامبر گفتند خون آن به زمین بریزد مقبول درگاه پروردگار می شود. و اینجا درباره حکمش، آیا قربانی واجب می باشد و یا اینکه نکنیم هم می شود؟ درباره این بین علما اختلاف است. مثلا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند هر کسی که شرایط دارد ولی قربانی نمی کند او گناهکار می شود. به این قول امام مالک هم هستند و دلیلشون هم حدیثی که در مسند امام احمد آمدگی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. هر کسی که شرایط پیدا کرد ولی او قربانی نکرد به نمازگاه ما، به مسجد ما نزدیکی نکند. یعنی این حدیث به آن دلالت میکند که شرایط داری اما قربانی نمیکنی، همراه ما نیستی، و مسجد ما نزدیکی نکن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این حدیث رو میگویند، در حدیث دیگر هم هست که پیامبر میگویند برای هر یک اهل خانواده قربانی هست، شما هر سال، یعنی البته نفرانی که شرایط دارند، قربانی بکنید. و امام اعظم رحمت الله علیه میگویند این حدیث خیلی خطرناک است. وقتی به مسجد نزدیکی نکن میگویند پس اگر نکردی گناهکار میشوی، پس باید قربانی کرد. اما امام شافعی میگویند نه،
قربانی کردن این سنت مؤکده است. این چنین امام احمد رحمت الله علیه میگویند قربانی کردن سنت مؤکده است. اگر ما قربانی نکردیم گناهکار نمیشویم، برای آنکه در حدیثی که در صحیح مسلم است پیامبر میگویند وقتی که ماه ذوالحجه رو دیدید و من اراد منکم ان یضحی، هر کسی که از شما خواست قربانی کند. کلمه از شما خواست قربانی کند که پیامبر گفتن معناش این است که نخواستید قربانی نمیکنید گناهکار نمیشوید. و این چنین دلیل دیگر می آورند که حضرت ابوبکر و عمر گاهی قربانی نمیکردند تا مردم بدانند که این چیز فرض نیست. ولیکن اگر به احادیث پیامبر یا زندگی پیامبر نگاه کنیم، 10 سال عمرشان پیامبر در مدینه هر سال قربانی میکردند و حتی قربانی که میکردند 2 گوسفند فربه، آن هم سیاه و سفید و با شاخهای خیلی خوشرو که هیچ عیب و نقصان نداشت، یعنی خوشروترین، فربهترین و حتی گرانترین گوسفندها را گرفته هر سال پیامبر قربانی میکردند. و آخرین سالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حج آمدند، در حج حتی 100 شتر قربانی کرده بودند و حضرت عایشه میگویند پیامبر از نام همسران خود 1 گاو را قربانی کرده بودند. اینجا به ما دلیل می شود که اگر ما فرض نیست یا واجب نیست گوییم هم پیامبر که همیشه میکردن و حتی گفتن که شرایطت باشد بکن وگرنه به مسجد نزدیک نشو، این معنیش این است که نکردی اگر گناهکاری عظیم هم نیستی، گفتیم کاری خوبی نیست. برای همین بهترش این است که هر کسی که شرایط دارد قربانی کند. و درباره قربانی کردن عجیبش این است که بعضیا میگویند ما میتوانیم پولش رو دهیم به قوم بغلان. حتی بعضی فتواها هم خیلی زود صادر می شود، خصوص در تاجیکستان که خیلی آسان است در این باره صحبت کردن. بعضیا میگویند من به برادری بیمارم پول قربانی رو میدهم، بعضیا میگویند به خویش و تبارم، یا بعضیا میگویند به یگان جای دیگر میدهیم. ولی عزیزان قربانی یک عبادتی هست که در ریختن خون حیوان هاست. برای همین وقتی که شما پول قربانی رو دادید هرگز وی همچون قربانی حساب نمی شود و یک صدقه عادی هست و مثل اجر و ثواب قربانی به دست ما نمی آید. برای همین با خوشخیالی اینکه گویا که ما اگر قربانی نکردیم و پولش رو هم صدقه کردیم، یا بعضیا میگن برای بچه هایت با پولش چیزی خریدی همین دیگر ثوابش رو میگیری، نه، این مسئله هست که الله میگوید شما خون بریزید قربانی کنید، از شعار الله میباشد، یکی از احکام های برجسته نمایان اسلام میباشد و شما این رو اگر انجام دادید انا این تقوا است. و وقتی گفتیم قربانی با پول نمیشود، فقط پولش رو دادید، هرگز آن قربانی نیست. قربانی حتما باید وقتی شرایط دارد البته خون حیوان ریزانیده شود. و آنها کدام حیوان ها هستند؟ تمام حیوان نمیشود، از مرغ و از خروس و از چیزهای دیگر نه، باید از بهیمه انعام باشد. و درباره اینکه کدام حیوان ها هست، البته که در حدیث آمدگی هست و در قرآن کریم هم آمدگی هست، یا باید شتر، یا باید گاو، یا گوسفند، یا بز قربانی کرده شود. و می شود که خودی 7 نفر یک گاو را قربانی کنند، یعنی برای شریکی قربانی کردن 7 نفر می توانند در یک گاو شریک شوند یا در یک شتر، که تقریبا در جایهای ما حتی مهاجران ما شتر قربانی نمی کنند چون این حیوان دسترس نیست. و این چونین باید اگر نه من در گاو شریکی نمی کنم گفتن، از نام 1 نفر 1 گوسفند و یا 1 بز. و سین سال هم خیلی مهم است، یعنی هر یک بزی که سین سالش مثلا خردکک هست یا هر یک گاو نمی شود. مثلا مسنه آمدگی هست، وقتی مسنه نگاه میکنیم شتر حتما باید از 5 ساله بالا باشد، گاو حتما باید از 2 ساله گذشته باشد. درباره گوسفند اختلاف است، بعضی میگویند 6 ماه، بعضی میگویند 10 ماه، بعضی میگویند 1 سال. از 1 ساله بالا بود خیلی خوب، اختلاف همش تمام می شود. اما از 1 ساله تا 6 ماه بود بوک ندارد، اما از 6 ماه کوچک باشد و اتفاق علما جایز نیست، یعنی حتما باید در اینجا سن سال گوسفند معین باشد. درباره بز از 1 ساله باید بالا باشد، بعضی میگویند از 2 ساله، لیکن بوک ندارد اگر 1 ساله باشد. اما گوسفند خیلی اختلافی است، بهترینش این است که از 1 ساله بالا، لیکن 6 ماه هم بناگهان شد می شود، برای اون که اختلاف درباره‌اش وجود دارد. و اینجا وقتی گفتیم باید از همین 4 حیوان، یعنی یا شتر یا گاو یا گوسفند یا بز باشد،
این گوسفندها نرینه هستند یا مادینه فرق نمیکنه، ولیکن حتما باید سن سالشان چه خیلی که گفتیم معین باشد و بی عیب باشد. برای اینکه درباره عیبش حتما در حدیث آمدگی است. در حدیث ابو داود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر حیوانی که کور باشد، یعنی چشمش نبیند، یا اینکه بیمار باشد، بیماری های حیوان ها را دیگر خود چوپان ها خوبتر میدونند، اونی که به گوشت ضرر میکند و یا همه میدونند که این یک بیماری جدی دارد، یا اینکه به پایش بلنگد، پایش خوب نباشد، یا اینکه حیوان هایی که خیلی لاغر هستند که حتی استخوان هایشان نمایاندار و یا در استخوان آنها مغز وجود ندارد، از خیلی خیلی لاغره. و این چنین حیوان های دیگری عیب دار، مثلا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه گوشت هایش بریده نباشد. برای همین این نبودن عیب ها در حیوان ها و با اعتبار گرفتن سن و سال و نمود حیوان حتمی است و نباید فکر کنیم که یک خروس رو هم کشته می شود یا یک بزیچه 5 ماهه رو کشته هم می شود و یا اینکه یک گوساله 1 ساله رو کشته هم نمی شود. نه عزیزان، چون مسئله عبادت هست، در اینجا ما خودمان نمی توانیم که بگوییم نه من این نمودش رو ذبح می کنم و یا این نمودش رو. و عجیبش این است که عزیزان در جای ما به وقتش هم خیلی کم اهمیت داده می شود. خیلی زیاد خانواده هایی هستند که میگویند ما روز عرفه قربانی میکنیم، روز عرفه قربانی میکنیم برای اون که علل خصوص خانواده هایی که در آنجا ماتم هست، تا که روز عید صبح مردم پس از نماز عید به شربای تیار بیایند و الکی وقتی مردم از نماز آمدن در خانه ما خوراک ما پخته و آماده است و قربانی ما پخته است. ولیکن اعتباری وقت هم از شرط های قربانی می باشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح بخاری هست، میگویند هر کسی که نفری میگوید که پیامبر الله من پیش از نماز قربانی کردم، پیامبر میگویند اون گوشت است برای خودت و خویش و تبارک، پس از نماز هم قربانی کن اگر قربانی کردنی هستی. و این چنین میگویند اولین کاری که ما در این روز عید شروع میکنیم نماز میخوانیم، پس از آن می آییم و قربانی میکنیم. پس وقت قربانی عزیزان شروع می شود بعد از نماز عید رو خواندن. اگر نماز عید نمی خوانیم به سبب بیماری یا اینکه مسجد نیست، جماعت نیست، ما میدونیم که نماز عید الکی پس از آفتاب برآمدن و بالا شدن شروع می شود. پس از این باید شروع کنیم، یعنی پس از تقریبا 10 صبح یا در بعضی جایها 8 صبح، یعنی به هر کشور نگاه کرده. و هرگز حیوانی که روز عرفه کشته شد یا سحری بر وقت پس از بامداد یا پیش از بامداد کشته شد یا پیش از نماز عید کشته شد، این قربانی حساب نمی شود. و این تمام علما اتفاق هستند، یعنی قربانی شما حتما باید پس از نماز عید ذبح کرده شود و می توانید تا 4 روز عید در نزد بعضی از علما شما قربانی کنید. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اینچنین امام مالک، امام احمد، یعنی جمهور علما به جز امام شافعی میگویند قربانی فقط 3 روز است: 1 روز عید، 2 روز عید، 3 روز عید تا وقت غروب آفتاب. و وقت 3 روز عید آفتاب غروب کرد، شما دیگر وقت قربانیتان تمام شد، دیگر نمیتوانید قربانی کنید. یگانه در مذهب امام شافعی البته دلیل خودشان را از آثار بعضی صحابگان دارند که می شود قربانی را روز 4 هم برد، ولی برای احتیاط عزیزان بهتر و بهترش این است که از 3 روز دیر نکنیم تا 3 روز تمام کنیم. و وقتی ما میگوییم قربانی را حتی بعضی از علما واجب گفتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر یک اهل بیت باید قربانی کند. و حتی در تفسیر ابن کثیر به نزدیکی خوانده بودم، بعضی از علما از حسن بصری روایت بود که بعضی نفرهای بودند که حتی قرض گرفته قربانی میکردند، میگفتند این اجر و ثوابی که ما داریم میگیریم در دیگر وقتها پیدا کرده نمیتوانیم، ما میتوانیم قرضمون رو برگردانیم به زودی، اما این اجر و پاداش در 1 سال 1 بار می آید. برای همین ما چیکار میکنیم؟ ما قربانی میکنیم حتی قرض گرفته باشد هم. ولی این اجتهاد بعضی علما بود. در نزد تمام علما، چون پیامبر گفتن من کان له سعتا، هر کسی که شرایط داشته باشد قربانی کند. و زنها، بعضی گمان میکنن قربانی فقط برای مردها، زنها قربانی کردن برایشان جایز نیست. ولی مسئله قربانی یک عبادت است، مثل حج، مثل نماز، مثل روزه گرفتن،
مثل زکات دادن، چه زکات فطر باشد چه زکات عادی مال. برای همین هر یک زن هم اگر شرایط داشته باشد باید قربانی کند. ولی اگر شوهرش قربانی کرد و گفت من از نام اهل خانواده‌ام قربانی کردم، این برای همشون کافی است. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که در صحیح بخاری آمده است دو گوسفند را قربانی میکردن، این از نام من و اهل بیتم و از نام تمام امتانم، تمام امتانی که و در دیگر روایت ها آمده است به قربانی قادر نیستند گویان پیامبر ذبح کرده بودند. یعنی از نام یک خانواده یک اهل بیت فقط پدر کند می شود. اما اگر پدر هم نکرد، بعضی فقها میگویند شوهر بخیل داریم یا اینکه شوهر داریم که در این مسئله ها خیلی خصیصی میکند، میگوید نه من برای گوسفند پول جدا نمیکنم، می شود که مثلا سال آینده یا برای وقت دیگر آن را معطل میکند. در این وقت اگر زن از پول شخصی خودش قربانی کرد هرگز گناهکار نمی شود، حتی شوهرش نکن گوید هم، برای اینکه این مسئله عبادت است، در اینجا کسی حق ندارد دخالت کند. و حتی بعضی از علما میگویند از مال شوهرت هم نپرسیده میتوانی قربانی کنی، برای اینکه از نام اهل بیت است و آن پول هم حق شوهرت هم حق تو و فرزندانت هست، به نفقه داخل می شود. ولی برای جنگ و جنجال نشدن، اگر خواهرها از شرایط خودشان کردن خیلی ثواب میگیرن. اگر شوهر از پول خودش اجازه نداد دیگر میگذاریم حوالهشان را به الله. ولیکن اینجا باید بدونید که با قربانی کردن انسان کم بغل نمی شود. هر کاری که به خاطر الله کردیم، علل خصوص هر پولی که به خاطر الله صرف کردیم، اون پول به کرات زیاد شوان و ما برمیگردد. ولی چیزی دیگر هم هست در ما، این است که بعضیا میگویند اگر من قربانی کردم در وی قربانی من خویش و تبارم شریک شوند، یعنی یک گوسفند رو ما چند خواهر یا چند برادر یا با همسایه ها یک جای شده اگر ذبح کنیم چه خیلی می شود. ولی اینجا باید بدونیم که در شریک شدن قربانی در گوسفند فقط یک نفر هست. یک نفر اگر اهل خانواده باشد، من و فرزندانم و اهل بیتم از نام تمام اهل خانواده گویان شوهر اگر قربانی کرد می شود. لیکن دو همسایه، یعنی دو عائله که عائلهشان جدا جدا هست یا یک چند عائله در یک حوله زندگی میکنند، همشون عائله جدا هستند و آنها نمیتوانند در یک گوسفند شریک شوند، اما در یک گاو می شود 7 عائله شریک باشند. و چیزهایی هم هست که انشاءالله عزیزانی که میخواهند قربانی کنند و ما گفتیم که در قربانی خیلی خیر و برکت زیاد، خیلی ثواب زیاد است. شما میتوانید اگر قربانی کردنی باشید یک چند قاعده ها را رعایت کنید. یکم قاعده است چگونه که در صحیح مسلم است، پیامبر میگویند وقتی شما ماه ذوالحجه را دیدید، یعنی الکی ذوالحجه داخل شد، شما اگر قربانی کردنی هستید، یعنی در خانه‌تان، در حج نه در حج بود، آنهایی که در حج هستند احکام خودشان را دارند. ما درباره نفرانی صحبت داریم که در حج نیستند. شما به ناخن خود و به موی بدن خود دست نزنید، خواه زن باشد خواه مرد باشد. هر کسی که نیت کرد که من قربانی میکنم و از همان روزی که ماه ذوالحجه داخل شد و الکی مثلا 30 ماه شوال میبینند، ببخشید ذوالقعده میبینند، الکی او نه به ناخنهای خود دست میزند نه موی بدنش دست میزند تا زمانی که قربانی کرد بعد از آن دست میزند. و این چنین باید خیلی رعایت شود که وقتی قربانی میشود از قربانی یگان اعضای حیوان را فروختن جایز نیست، نه گوشت کلش را، نه مویش را، نه پوستش را، نه یگان اعضای خود حیوان را فروختن جایز نیست. و پیامبر میگویند نه گوشت آن را از قربانی یا از آن حیوان‌هایی که در کعبه شما میکشید یا ذبح میکنید چیزی را نفروشید. و اینچنین حضرت علی میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم، در موقع خیلی گرم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفته بودند که وقتی قربانی کردیم و قصاب چیزی از گوشت قربانی نده، یعنی برای مزد کاریش و قصاب از گوشت قربانی چیزی نمیدین. اگر او کم بغل است این برای شما، برای اینکه او محتاج است، داده چیز دیگری یا خشم تبر است. اما این مزد قصابی شما گویان از قربانی دادن جایز نیست، برای اینکه قربانی به استادش به خاطر الله هست، از آن نفروخته می شود نه به کسی مزد داده می شود. آن را فقط با اهل عائله میخورند و میتوانند کمی ذخیره کنند و میتوانند کمی آن را
بپزند و با هم بخورند، برای اون که در ما حدیث پیامبر از کلو و تصدق و دخیرو، شما از آن گوشت قربانیتان بخورید، از آن ذخیره کنید و از آن صدقه دهید. و چون الله در قرآن میگوید فاذا وجب جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر، وقتی که به زمین افتاد قربانی شما یا وقتی که شما قربانی کردید، شما از آن بخورید و به نفران محتاج و به نفرانی که به شما خودشان میگویند به من گوشت بده یا نفرانی که حتی نمیگویند شما میدونید که آنها نیاز دارند به آنها بدهید. بعضی از علما میگن حتما باید مقداری از گوشت را بدهید، اگر تماما ندادید گناهکار میشوید. و آیا ما حتما به سه تقسیم کنیم، قسمش را خوریم، قسمش را صدقه کنیم، قسمش را ادخار یا ذخیره کنیم؟ بین علما اختلاف است که بهترینش همین است، چون پیامبر این گونه و ما توصیه کرده بودند. و درباره اینکه ما آیا می توانیم، مثلا خیلی زیاده از خواهران میپرسند که ما در یک کشور زندگی داریم که در اونجا به گوشت گوسفند نیاز نداریم، یا اینکه برای پیدا کردن گوسفند و ذبح کردن خیلی باید راه را طی کرد و این خیلی برای ما مشکل است. ما در این وقت چیکار کنیم؟ پولش رو به یگان کم بغل دهیم یا نه؟ خیلی که گفتم پولی قربانی رو به یک نفر داده و قربانی حساب نمی شود، اما توکل کردن در نزد جمهور علما جایز است. توکل کردن این است که به یک نفر مبلغ قربانی رو میفرستید، میگوید تو گوسفند رو میخری یا بوزه رو میخری یا در گاو شریک میشوی و آن رو قربانی میکنی از نام من و به کم بغلان میدی، خودت هم میخوری. یعنی توکل کردن جایز است. برای همین با هزار و یک بهانه بعضی ها از این عبادت میخواهند بگریزند، اگرچه خیلی که گفتم برکتی که در قربانی هست در هیچ چیزی یافته نمیشود. برای همین میشود که عزیزانی که دور هستند از تاجیکستان یا در کشورهای زندگی میکنند که برای قربانی کردن برای حیوان پیدا کردن خیلی مشقت است، میتوانید به یکان مشکلی توکیل کنید، یعنی به یگان خویش و تبار خود، به یگان یار دوست خود، البته نفرانی امانتدار، بگویید که شما از نام ما قربانی کنید و پولش رو به آنها فرستید. و ولیکن اگر خودمون کردیم، در خانه قربانی کردیم، مثلا مهاجرا کردن و گفتن که در همسایگی ما مسلمان ها نیستن، آیا به آنها از گوشت قربانی دهیم یا ندهیم؟ در ما در این باره مسئله اختلافی است، ولی اینجا درباره همسایه علل خصوص خیلی که میدونیم خیلی زیاد، حتی در قرآن کریم درباره همسایه آمده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم گشته و برگشته ایمانداری به الله روز قیامت را به احترام خوبی و همسایه داری هم مرتبط کرده هستند. و روایتی هست در ترمذی که عبدالله ابن عمرو هر وقتی که قربانی میکردن به همسایه یهودیشان میدادن و به خادمان خود امر میکردن که به آنها بدهید. برای همین در سوره ممتحنه هم هست، در آیت 8 الله میگوید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. الله هرگز شمایان را منع نمیکند، آنهایی که با شما به خاطر دینتان جنگ نکردند، به خاطر دینتان با شما دشمنی نکردند، شمایان را از خانه و درتان نراندند و آنها نیکی کنید، خوبی کنید، صدقه دهید یا احوال پرسی کنید یا کمکشان کنید و تقسطوا الیکم، از روی عدل و انصاف با آنها معامله کنید. الله این را هرگز به شما منع نمی کند. اما نفرانی که بر علیه دین شما، بر علیه اعتقاد شما می جنگند و جنگ اعلام می کنند و بد می بینند به خاطر اسلامتان، انا با آنها دوستی کردن و با آنها مناسبت های دوستانه داشتن جایز نیست. اگرچه بعضی از خرید و فروش و چیزهای دیگر مسئله دیگر است که در این باره انشاءالله باره با هم صحبت میکنیم. برای همین همسایه که داریم و او هیچ مشکلی با دینمون ندارد و این چونین هرگز به خاطر دینمون با ما دشمنی نکرده است یا همکار داریم، اگر به او از گوشت گوسفندی که ما قربانی کردیم دادیم باکی ندارد. ولی به هر حال اگر مسلمان ها هستند و به مسلمان ها دادیم و خوراک مایان را اهل نماز و اهل تقوا خوردن، باز بهتر می باشد. این بود عزیزان ملخصی مسئله قربانی. پس قربانی رو کم نگیرید، قربانی رو گمان نکنیم که یک چیزی عادی هست. یک
کشتن گوسفند است، ما به گوسفند هم میتوانیم زندگی کنیم، ما به گوشت هم میشود. ولی میبینیم که برای توی ها، برای معرکه ها، برای خودنمایی، بعضی ها حتی برای عمل های شرکی که انسان رو کاملا از دین خارج میکند چقدر خون حیوان میریزند. ولی اینجا الله گفته ایستاده است که فصل لربک وانحر، و پروردگارت نماز بخوان و پروردگارت قربانی بکن. بیاید اونهایی که شرایط دارند هم قربانی کنیم به خاطر اول شده رضاگی پروردگار. چگونه که پیامبر میگویند خون حیوان ما پیش از اینکه به زمین بریزد مقبول درگاه پروردگار می شود و او از نزد خودش اجر و پاداش می دهد و این چنین سبب برکت خانواده ما می شود و این چنین لقمه می شود، طعام می شود برای بیچارگان و برای محتاجان که از این آنها هم بهره مند می شوند. و چیزی دیگر در ما عزیزان مسئله عید است. چگونه که گفتم ما الکی در روز دوم ذوالحجه قرار داریم و به اذن الله الرحمن پس از 1 هفته یا 8 روز کامل عید اضحی، عید قربان داخل می شود و وقتی عید قربان داخل شد البته اولین کاری که میکنند این نماز عید است، بعد از آن قربانی است که با هم دربارش الان صحبت کردیم. ولی عید شعارهای دیگری خود را هم دارد، کارهای دیگری هم هست که در عید کردنش ثواب دارد و بعضی ها کردنش را بیخبر هستند که در عید این چیزها جایز است. پیش از همه تکبیر و الله وقتی میگوید و اذکروا الله فی ایام معدودات، اکثریت علما میگویند معدودات این شروع می شود از روز عرفه، روز 1، 2، 3، 4 روز عید. برای همین صحابگان حتی در بازارها برآمده تکبیر میگفتند، الله اکبر میگفتند و مردم را وادار میکردند که در این روزها الله را شمایان ذکر بکنید. اگر به صدای بلند تکبیر گفتن و ذکر الله کردن الان به ما امکان ندارد، حتی با صدای پست باشد هم الکی از روز عرفه ما باید به تکبیر گفتن الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد شروع کنیم تا 4 روز عید. و البته نماز عید که یک رمز با شکوه شریعت اسلام و این عید قربان عید رمضان می باشد. و حتی در صحیح بخاری هست پیامبر می گفتند دخترک هایی که از شرم و حیا از خانه بیرون نمی شود و حتی زن هایی که عادت ماهانه دارند برایند از خانه هایشان در اگر نماز نخوانند هم فقط مشاهده کنند، فقط ببینند که چگونه جمع کثیر مسلمان ها با صدای بلند الله اکبر نماز میخوانند تا که ببینند که چگونه مسلمان ها هم مثل دیگر ادیان فقط در عذاب و در غم قبر و در غم دوزخ نه، مسلمان ها هم عید خود، خرسندی خود را دارند، روزهای بزرگ خود را دارند. و عجیبش این است که در ما در نوروز ها، در سال نو، در 8 مارس، در 1001 عید خربوزه و کدوی دیگر زنها به کوچه ها میریزند، کسی به آنها کار ندارد، بعضیشان حتی با بدترین لباس، بعضیشان با بدترین کارها. اما یک چند خواهر با سطر اسلامی و با یک حشمت خود، با وقار خود گفتند ما داخل مسجد می شویم یا ما به نزد نمازگزاران می رویم، در عقب باشد هم نماز خودمان را در یک چت باشد هم می خوانیم. همه از آنها میپرسند که کجا رفته ایستادید، از روی قانون ممکن نیست و چیزی دیگر. کجا رفته است مسلمانی که باید باشد. ببینیم به کشورهای اسلامی، به هر کشوری که مثل تاجیکستان میگوید ما هم الحمدلله مسلمان هستیم، ما رو به جنازه نگرانید، ما رو به نکاح توی نکنید. میبینید که زن و مرد، کودک ها همه به نماز عید میروند و در مسجد ها با دادن هدیه و با گفتن مبارکبادی خرسندی و خوشحالی را در چهره همگان دیده می شود و رمز خوشحالی که در عیدهای اسلامی داریم در دیگر عیدها وجود ندارد. در دیگر عیدها با دایره و رقص بازی و سرود و 1001 اختلاط و گناه باشد، در این عید با عائله ها با هم، پدر با دست دخترکش را و همسر دست همسرش را، فرزندانش را گرفته به مسجد می رود. دو بیگانه، دو نامحرم دست همدیگر را گرانده می روند. اما
فطرت‌های خبیثی که دیگر آنها بجز گناه به چیز دیگر دلشان خوش نمی‌شود نمی‌گذارند که مردم مسلمان تاجیکستان این گونه ایدها را چگونه که پیامبرشان فرموده است، چگونه که اللهشان فرموده است جشن گیرند. دست به دست خویش و تبار خواهران، مادران، پیرزنها را می‌بینید که همراهی پیرمردها یا فرزندشان یا عروسشان میروند به مسجد، در آنجا نماز میخوانند و کودکان شیرینی میدهند. یعنی یک هیجان خاص خودش را دارد اگر نماز عید همان گونه‌ای که در شریعت هست گذرانیده شود، ولی در ما میبینید که نماز عید را همان گونه‌ای که در شریعت ساختهشان گویا هست انجام میدهند. پس از آن یا پیش از آن هم زود به قبرستان میروند تا که اعلان کنند که بدانید که اسلام عید ندارد، اسلام فقط عزاداری دارد، این روز عید نیست، این روز یاد کردن مردگان و قبرستان است، در حالی که در حیاتشان نه پیامبر الله، نه صحابگان، نه تابعین، نه امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر ائمه گفته باشند که در روز عید ثواب دارد که شما به قبرستان روید، در روز عید ثواب دارد که شما به خانه های مرده ها روید و قرآن خوانید. در یگان جای دین این چیز را پیدا نمی کنید. این همان عملی هست که برای ما ساختن تا اینکه دین اسلام را هر چی میتوانند تبدیل بدهند، عیدهایش را به ماتم و به عزا، تا مردم نفرت پیدا کنند از عید و گمان کنند که عید مایان همش ماتم و عزا و چیزی دیگر است. برعکس اگر نگاه کنیم به صحیح بخاری، در مسجد پیامبر در روزهای عید بنی عرفیده میگویند سیاه پوست ها می برآمدند و بعضی از نمود مسابقه و ورزش ها میکردند. برعکس مانندی داشت اما نمود ورزش ها بود و این را دیده حضرت عمر میگویند در مسجد پیامبر، در مسجد الله شما چیکار دارید؟ حضرت عایشه میگویند پیامبر گفتند دونکم بنی عرفیده، عمر به بنی عرفیده یعنی به این سیاه پوست ها کار نداشته باش و حالشان ماند امروز روز عید است. باز حضرت عایشه میگویند در خانه من دخترچه دایره میزدند و میخواندند و میرقصیدند. وقتی پدرم خیلی غضبناک شد که اینها کی هستند، لشکرهای شیطان در خانه پیامبر گفتند ابوبکر به حالشان گذار، امروز روز عید است. یعنی دایره زدن حتی در داخل مسجد، بعضی نمود مسابقه گذرانیدن و بعضی نمود ورزش ها را پیامبر اجازه داده بودند و این را در دیگر روزها اجازه دادگی نیستند. هرگز در دیگر روزها در مسجد پیامبر بچه های سیاه پوست برآمده این گونه بازی و این گونه دوداب نمیکرد، ولی در روز عید پیامبر اجازه داده بودند. ولی این رو میبینیم که مایان از این چیزها خیلی ها حتی میگویند بدعت است و چیزی دیگر. عزیزان بعضیا میگویند آراستن خانه، هدیه دادن به کودکان و عیدگردک بدعت بوده است. یعنی رقص کردن در روز عید حتی پیامبر اجازه دادگی هستند، عیدگردک را گویا اجازه نبوده است و این خرسندی نمودهای خرسندی که در آن اسراف نیست، در آن موسیقی نیست، شراب نوشی نیست، چیزهای اختلاط نیست، اینها یگان خیلی در روز عید مشکلی ندارد. می توانند کودکان با هم خرسند باشند، می توانند بزرگان در این روزها خرسندی کنند و البته مبارک بادی که صحابگان به هم می گفتند تقبل الله منا و منکم، همدیگر را مبارک بادی می گفتند و زیارت کردن خویش و تباران و این چنین با هم نشستن و خرسندی کردن. می توانیم همیشه در یاد قبرستان و در یاد مردگان و در دعا به آنها باشیم، اما این روز دین، روز عید است. در روز عید را باید عیدانه گذرانید، نباید در روز عید خود را به ماتم یعنی زندگی خانوادگی و یا گفتیم فضای عیدانه خانه را به ماتم تبدیل دیم. بگذار کودکان مسلمان بدانند، زنهای مسلمان بدانند، نورسان ما بدانند که اسلام ما عید هم دارد، روزهای خرسندی هم دارد. ما هم مثل دیگرها عیدهای بزرگتر با شکوهتر اما بدون گناه، بدون مینوشی و اختلاط و رقص های که آنها میکنند این گونه نداریم. و این بود درباره مختصر درباره عید و مختصر درباره عید قربانی و احکام قربانی. ببخشید، امیدوار هستم که فایده گرفتید و با امید آنکه تا روز عید در این روزهای مبارک ذوالحجه هر دقیقه خود را، هر لحظه خود را با ذکر پروردگار، با عمل صالح، با دعا کردن در حق همدیگر، با دعا کردن در حق تاجیک های مظلوم که پروردگار زودتر آنها را به یک سایه عدل ببرارد و به هر یک مردم تاجیک آزادی اساسی خودش، آزادی دین را نصیب گرداند و آزادی وجدانش را نصیب گرداند. شما را به الله میسپارم تا برنامه های دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما،
آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.